دیگه این دنیا به درد نمیخوره. مرد حسابی، تو با این کلک و پکاله، تو با این سیویل، تو با این قیافت با بادیگارد رئیس جمهور آمریکا جوی بایدن باشی، تو با بادیگارد جونیفر لوپز باشی، تو با سر گردنه جلو ماشینا بگیری، تو با 4 تا آدم کشته باشی، تو کوه یاقی باشی با هلیکوپتر دنبالت بگرده، تو با یکی از وکیل بنده زندان عادل آباد شیراز باشی، نوچهات رد کنی ای بنده او بند خفگیری کنن، تو با کمش حکمت اعدام باشه 2 تا طایفه دنبال رضایت سیتو باشن، اومده اینجا قر میدی ای تو